مسلمونی فقط به نماز خوندن و روزه گرفتن نیست. هست اما نیست. فهمیدم که اگر سر سیر به زمین بگذاری و همسایت گرسنه باشه مسلمون نیستی. فهمیدم که اگر یک مظلومی است و کمک خواست و میتونستی کمکش کنی ولی توجه نکردی مسلمون نیستی. اگر بزرگترین گناه رو انجام دادی و یک ذره از خداوند ناامید شدی مسلمون نیستی. اگر فکر کردی کسی شدی و مردم در چشم تو حقیر و بی‌ارزش شدن مسلمون نیستی. در این دین مردم حرمت دارن، مال مردم حرمت داره، جان مردم حرمت داره، حیثیت مردم حرمت داره، دل مردم حرمت داره.